از خیام و عطار. هرگز دل پرخون را خرم نکنی، دانم مجروح توام دانی. مرهم نکنی دانم شعرم از زمین بالا. من گفتم حافظ، شنیدم که شیرازی ها خیلی حافظ رو بیشتر از سعدی دوست دارن. چرا؟ چون سعدی میگه برو کار میخوام اما حافظ میگه بنشین بر لب چوبی و بزن حالش. یه سمت دیگه فرم کرد. عشق به شکل پرواز پرندم است. این بود اینجا تا اینکه رفت جلو و شعرها تغییر کرد و در واقع یک بحران به وجود آمد. دوست دختر من نازه، قلبش پر از احساس. رفت جلو افتضاح شد. دوست دختر من نازه، قلبش پر از احساس. دوست دارم کثافت، توف بیاد به اون قیافت. خونه خوبه خونه مامانم خونه بوی خونه مامانم بذار تو حال خودم باشم من نمی‌باشم. تازه باز این خوبه. ما یه خواننده‌ای داریم میاد میگه آرمی توی کتری